قبول میکنیم. اینجور شنونده هستن، بازم قبول میکنیم. خب السلام علیکم شنونده عزیز گوش میکنید. خب عظیمی هزار تشکر. من میخواستم یک چیز درباره مادرها زنده میخواندن بسیار خوب مرحمت برادر خوستی مخلصی عزیز، یک ترانه مادر میخونیم. بذار همیشه روشان بریده باشه، خاطرشون همیشه شاد باشه، در سر ما همیشه سایبان باشه. صد جان و دل فدایی یک مدعای مادر، فتح و کشای شارت دست دعای مادر. بشنید گر صدایم دنیای سخت گوشان، بشنید گر صدایم دنیای سخت گوشان، انگیزه است شاید. پرجوش و پرخروش بماند صدای زیبای شما. ما امیدوار از آن هستیم که باز هم رستم عظیمی در ادامه البته ایجاد میکنند برای مادرهای عزیز و مهربان پیوسته باز هم سرودهای بهترین و دلنشین. در دوره های مکتب خانیش چه خیل بود و یاد می‌آوریم از همون لحظه های مکتب خانی. شما یک لحظه ای را برای شنوندگان نقل کنید که رستم عظیمی همون عمل رو اجرا کردید و امروز شما پشیمان هستید. راستی یادم آمد در کودکی خیلی بچه شوخ بودید؟ خیلی بچه چرخان بودم، بسیار درس می‌خوندم، سخن پدر و مادرم نمی‌شکستم، سخن معلم رو نمی‌شکستم. البته یکی از شاید تعریف باشه که یکی از نمونه‌ترین طالب‌علمی همون مکتب بودم و راستی یک روز در یادم هست که با یک دوستم شوخی کردیم و اون به طرز تاجیکی باشم گوشتنگیری کردیم. همون پرتقیت استاد عبدالله رودکی از اون برنده افتی شکست. تو همین روز فقط به یاد بیارم که من در همون وقتش صنف 5 بودم که پرتقیت استاد رودکی رو شکسته بودم. راستی دیگر یگان کمبودی نکردن در مکتب، بسیار حرکت میکردم که خونم بابای انا میگم، بسیار حرکت میکردم تا به نمایی باشه. بهترین بسیار عالی بود است. انا این یک بایستی واقعا پشیمانی است. کمی پشیمانی است، البته که رسم استاد در اون دوره‌های اینقدر چگم پرینتر و چیزا نبود که چاپ کنن و رسم از همون شهر گرفته بودن در دهه بود. دستی کشیده بودن؟ البته دستی بود، هیزه بود، داشت ما شیخی بازی کرده کم در همون. حیفا مهنتی رسا. همون وقت بار اول بود که معلم مرا زدگی بودن. راستی در حیاتم بار اول در صنف 5 بودم که معلم مرا زده بودن که تو رسم استاد رو شکستی گفته. همین در خاطرم است که از همون بدترین کاری ما شد. بابا این موضوع شنونده نوبتیتون رو گوش میکنیم. میخواستم که اکنون رستم با رحچت طرفداری در این باید طرفدار خانم با واد زنده. سلامت باشید بچه‌ها دوستی عزیز. هرومالی سرت جورک گلی جگدونی، دور بنده کبین در تپه پیشونی. رومالی سرت جورک گلی جگدونی، دور بنده کبین در تپه پیشونی.